قسمت سبزیشو نگاه کنید تبدیل میشه به سفید، میگن باتری تموم شده باید بندازید. ولی این باتری ها ویژگی که دارن کسی نمیدونه همون باتری اسیدی خودروه، مثل همون باتری های قدیمی. توشون فقط اسید هست ولی میشه گفت یه جورایی فقط قالبش عوض شده ولی توش اسید داره. اینا با اسید کار میکنه، اینا رو کمتر کسی میدونه. تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که این قسمت پلاستیکی رو که میبینید یه البته این حالا تموم نشده که من بخوام بازش کنم الکی وا میشه، ولی وقتی که سفید شد باتریتون تموم شد نرید باتری نو بخرید، یه پیشگوشتی بندازید اینجا، این میاد بالا، از این قالب میاد بالا، بعد توش قشنگ اسید دیده میشه. برید یه اسید از لوازم یدکی‌ها یا جایی تهیه کنید، اسید باتری باید بگید، اسید حتما باید اسید باتری باشه. از این قسمت یه قیفی چیزی بذارید یا هر چیزی میتونید، اون اسید رو بریزید داخل باتری، بعدم این درپوش رو بذارید سر جاش. وقتی که این درپوش رو میذارید سر جاش میبینید سبز میشه مثل این. ولی برای شروع سعی کنید زیاد با سرعت نرید که این اسید از اینجا بزنه بیرون، چون قبلش باید چسب آب بندی بزنی که این آب بندی بشه و اسید از اینجا نریزه بیرون. و همین دیگه. لطفا اینو به دوستانتون انتشار بدید و الکی تو هزینه‌های زیاد نیفتن تو این شرایط اقتصادی. ممنون میشم کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوهای جدید برای شما بذاریم.